جنگ ستارگان در اتاق عمل اورولوژی. دوستان و همراهان گرامی، دکتر عاملی هستم، فوق تخصص اندویورولوژی. امروز با شما صحبت میکنم راجع به دستگاه جدید لیزر ما، قوی ترین و جدیدترین دستگاه لیزر در تمام دنیا. این دستگاه با در حقیقت هزینه شخصی خودم خریده شده و آورده شده به ایران با تحمل مشقت‌های فراوان. میدونید که الان کشور ما کشوری هست که در تحریم کامل قرار داره و خرید لوازم و تجهیزات پزشکی خصوصا وقتی که بحث لیزرها مطرح باشه براش سخت‌تر و پیچیده‌تر هست. حتی در بحث لوازم پزشکی همین تحریم‌ها کاملا مؤثر هست. اما ما الان داریم در اتاق عملمون از آخرین ورژن لیزر تولیوم کوانتا سیستم، بهترین برند و تولید کننده لیزر در دنیا، در بیمارستانمون که ساخت ایتالیا هست استفاده میکنیم. این دستگاه نسبت به هولمیوم که من تا 2 سال گذشته، طی 2 سال اخیر تا امروز ازش استفاده میکردم، بسیار قوی تر هست، بسیار آسیب رسانی کمتری برای بافت داره، بسیار سرعت ما رو تسهیل میکنه در برش پروستات. تو حوزه جراحی پروستات اینها رو عرض میکنم. اما در حوزه جراحی سنگ هم باعث شده که دیگه ما شن نداشته باشیم بعد از جراحی سنگ و در جراحی ریرس. دیگه الان تبدیل شده به پودر سنگ و به قدری اینو تبدیل به گرد و غبار میکنه این دستگاه که هیچ آثاری از سنگ در پایان عمل نمیمونه. لیزر TFL تولیوم فایبر لیزر ساخت کمپانی کوانتای ایتالیا در حال حاضر حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم در همه مراکز به شکل روتین استفاده نمیشه. اونجا هم هزینه‌های زیادی داره براشون، اونجا هم کسی که بلد باشه با این لیزر کار بکنه واقعا اینقدر زیاد نیست، توانایی و مهارتشو ندارن، اونقدی اصلا مریضشو نداشتن که عمل بکنن. و با افتخار عرض میکنم که در مرکز ما تا همین لحظه از لیزر هولمیوم ما استفاده کردیم، برای هولوش 300 تا مریض جراحی پروستات انجام دادیم. از روزی که این وسیله با ارزش به ما اضافه شده بیش از 50 تا کیس هم تا الان با این انجام دادیم. قدرت بسیار بالاتر هست، بسیار توانمندتر هست، عوارض فوق العاده کمتر و خدا رو شکر نتایج بسیار چشمگیر و اثر بخش بوده. توصیه من به شما این هستش که حتما برای درمان خودتون، درمان نزدیکان و عزیزانتون سعی بکنید که از تکنولوژی روز استفاده بکنید. هنوز خیلی از همکاران و جراحان در کشور ما از روش‌های روز، از لیزر، از این توانمندی‌ها کلاً اطلاع ندارن و بعضاً باعث میشه چون اطلاع ندارن و مزایاش رو ندونن به نوعی نسبت بهش گارد داشته باشن و مخالف باشن و حتی گاهی علیه صحبت بکنن. این به تدریج طی سالهای آتی قطعا برطرف میشه، ولی اون کسی الان سود میکنه که برای جراحی پروستاتش، که برای جراحی سنگش از روش کم تهاجمی استفاده کنه، شکمش باز نشه، خونریزی کمتری داشته باشه و کمتر اذیت بشه. در نتیجه فراموش نکنید حتما اینو برای دوستان و عزیزانتون این کلیپ رو ارسال بکنید و بهشون اطلاع بدید.